درود فراوان بچه‌ها، اومدیم با یه قسمت دیگه از مپ شب. تالارمون اینجا ارتقا پیدا کرد به لول 3. الان میتونیم منابع ها رو بزنیم خیلی راحت، ولی خب فقط باید اتک بدیم که اکسیر جمع کنیم. 166 تا جم داریم بچه‌ها. قراره کل این موانع ها رو من پاکسازی کنم ببینیم چند تا جم. بچه‌ها من یه سری از زدم، 215 تا جم گرفتم و میدونید اینجا یکم جمع کردن طلا راحته، ولی خب جمع کردن اکسیر یکم سخته و فقط چیزایی که مونده باید با اکسیر بزنم. اوکی، بریم و ببینیم چی داریم تو فروشگاه. وسیله‌های جدید داریم بچه ها، باید بیاریم. فعلا همینطور بچینیم تا بعد چیدمانشون رو درست کنیم. اینجا دیوار داریم، دیوار اینو من فراموش میکنم همش. اینطوری بچینیم. اوکی، اینم دیوار. دیگه چی داریم اینجا؟ تایم پایینا رو همش آوردیم، تایمشون پایین بود. الان اینجا یه دونه توپ داریم، 1 دقیقه است. دیگه چی؟ کمپ اون بچه باید تو اولویت باشه، ولی خب مخزن نداریم، پس باید چیکار کنیم؟ باید اینجا اگه مخزنم بیاریم میشه 170 تا باید ارتقا بدیم، ولی خب دفاعی ها فعلا باش کاری نداریم چون باید کمپو بیاریم. اولویتمون کمپه، میریم سراغ مخازن. این که تموم شد مخزن اکسی رو میزنیم، بریم اتک بدیم. فعلا منابع موانع بیشتر رو پاکسازی کنیم، منابع باقی مونده رو. این سنگ هم بزنیم و تمام. اینجا چی داریم؟ تالار سازنده رو به سطح 3 ارتقا دادیم و 10 تا جم داد. بکنم بعدی لول 5 30 تا جم. آره، بعدی لول 8 50 تا جم. خب همینطور که داریم اتک میدیم جام هامون هم ببریم بالا به 1000 تا برسونیم و 100 تا جمو بگیریم. جمو باید جمع کنیم برای کارگر بچه ها. کارگر بذار کارگر 4 اینجا 1000 تا جم میخواد. اوکی. خب بچه ها من این درخت ها رو زدم، موانع ها رو تقریبا همشون رو زدم، فقط این درخت های بزرگ که اسمشون بیشه هست مونده که چند تاست؟ 1 2 3 4 5 و 6 تا. 6 تاست که هر کدوم 20000 تا. 6 تا 20 تا 120000 تا میخواد و واقعا سخت اتک زدن. حالا این دوتا هم هست، ولی خب این دوتا الان میخوام چوسی اکانت هم باشه و نزنن. آره، بعد 166 تا جم داشتیم بچه، الان 239 تاست که حدوداً 70 34 تقریبا 34 69 تقریبا 73 تا اگه اشتباه نکنم بهمون جم داد که با تکمیل این ماموریتاش خب میتونیم بیشتر هم بگیریم. کاری که ما باید بکنیم بچه ها بازسازی معدن جواهره و آره قفل عرابه توپ هم باید آزاد کنیم. 100 تا تالار رو نابود کنیم، 1000 تا جام بگیریم. اوکی. خب بچه ها اینم مخزن اکسیرم آوردم، زدم رو ارتقا. باید صبر کنیم تا ارتقاش تموم شه. اینجا بچه ها قرار شد که این فصل من این کتاب ساختمان رو نگیرم، ببینیم بهم میده یا نه. یه ریسکه این که قبیله هم اینجا موند، حالا ببینیم چی میشه. اوکی، بذار کیک رو بگیرم، حالا شاید، ولی خب نه ولش کن. بذار ببینم چی میشه. اوکی، بریم و بیایم ببینیم ارتقای مخزن اکسیرمون چی شد. آره بعد از مخزن اکسیرمون بچه اولویت باید روی
روی چی؟ دوباره روی خود مخزن اکسیر باشه که ظرفیت اون 180 بشه و سریع کمپمون رو بیاریم. بعد دیگه حالا میریم سراغ ارتقای دیگه. مرسی که این پارت رو تماشا کردین. خدا نگهدار.